سلام دوست عزیز. بازم لطیف مهربان هستم. انشالله با شما یک وبسایت جدید، یک وبسایت مختلف با شما معرفی میکنم که از طریق این وبسایت بسیاری مردم در جهان، البته و در افغانستان هم میشناسم دوستایم است که از همین طریق کار میکنن و در خانهش نشسته پول به دست می آورن. خب دوست عزیز، این وبسایت که است به نام فایور است. میشه شما هم شنیده باشین یا نشنیده باشین که تقریبا از طریق از وبسایت بسیاری مردم در جهان کار میکنه. بسیاری مردم البته و بسیار خوب عاید هم داره، به خاطر که این وبسایت بسیار بخش های مختلف دارد. تقریبا هر بخش را که شما در زندگی یک بخش را میفهمین، یک کار میفهمین که انشالله در این وبسایت میتونین از طریق امو کارتان یا از طریق امو هنرتان که شما یاد دارین یک چیزی پول به دست بیارین. قسمی که شما دوست عزیز میبینین یک کوچی نوشته که I will make a commercial video. اگه من یک ویدیو کمرشیال یا ویدیو تجارتی به شما میسازم که قیمتش هم $250، باز کمپانی ها و یا مردم ها است که با یا مراجعه میکنن فیس باز ایدیا خودش میگه نقصم ایدیا دارم، شما با این نقصم یک ویدیو جور کنید، باز پولشون از طریق این وبسایت میپردازن. خب دوستان اول میگم که این ویدیو در این وبسایت چه قسم ما شما لاگین کنیم، چه قسم با خود یک اکانت چه جور کنیم، حساب جور کنیم. من فقط فایور نوشته میکنیم، کنترل انتر. اینجا باز دوستان عزیز من دوستان عزیز با من دارد که من طریق فیسبوک خود لاگین کنم. فقط همونجا که اومدن دوستا باز براتون میگه اینجا یک نوشته کرده که لاگین ویت فیسبوک، فقط همون کلیک میکنین لاگین با فیسبوک میکنین، اکانت شما ساخته میشه. قسمی که میبینین اکانت از لطیف خان 1 2 3 درست. اینجا با لاگ اوت هست که قسمی که میبینین درست است. باز اگر میخواین که اکانت خود خوب بسازین و یک چیزی یعنی مردم جلب توجهشون طرف اکانت شما شو باشه، شما میتونین از طریق داشبورد از طریق خود اکانت سیتینگتون رو بسیار خوب چیز استعداده که شما دارین امور میتونین بسیار به طریقه آسان، بسیار به طریقه خلاص اونجا واضح بسازین تا هر کس هر چیزی که کار داره درست پیش شما مراجعه کنه در اکانتتون، باز به شما مسیج میکنه که برادر میتونین این مشکل ما داره، این مشکل ما را حل کنی. باز خودتون قیمت های همون چیز استعداد که داری امور خود نوشته میکنی که نه قیمت می کارم است، ما بتونی کارم میکنم نه قیمت چه درست است. اینجا دیگه من شما تنظیمات چیزا جور کنید اکانت خودتون درست. قسم یک اکانت فیسبوک شما داشته باشین و قسم میتونید اکانتتون جور کنید. خب اینجا با میم می کار سعی کنید بخش گرافیک و دیزاین که چی کارهای داره، لوگو دیزاین از بیزنس کارت است، ایلستریشن، کارتونز، کاراکتر، فلاینگ بوکس تور، سوشال میدیا دیزاین، بانر ایدز. اینجا در بخش دیجیتال مارکتینگ می سوشال میدیا مارکتینگ، سی ای او، وب ترافیک، کانتنت مارکتینگ، سایکو رایتینگ، سایکو نوشته و بخش ترجمه هم داره، ریزومی، این کاور لیترز، سی وی می proofreading and editing, translation, creative writing, business copywriting, press release, which is like video animation, whiteboard and explainer videos, music and videos. و دیگه در بخش پروگرامینگ و تکنولوژی که هست میونه دوست عزیز که اینی بخش ها را داره که وردپرس و وبسایت بیلدرز، این سی ام اس، وب پروگرامینگ، ای کامرس، موبایل اپ این وب درست. موبایل اپلیکیشن ها جور کده میتونین درست است. کسایی که اندروید استودیو را خوانده باشه باید میفهمن درست. سپورت این آی تی، دیتا انالیسیس درست، این ادورتایزینگ یا بیزنس یا فن ان لایف استایل میخواین چیزای خوب جور کنین یا خودتون درست. گیمینگ، گلوبال کلچر، سلبریتی پرانک، اینستنس، وایرال ویدیوز، ریلیشنشیپ ادوایز چیزا درست. خب گفتم دوستان باید این بایتون اکانت که جور کردین باید میتونین که ویدیوی خود اپلود کنین درست. و کلش از طریق تنظیمات که داشبورد و سیتینگ اکانت خودتون میشه. فقط شما چه کنین دوستان که بیاین و یک کم جستجو کنین در خود امی وبسایت فایور قسمی که گفتم. فایور وبسایتی است که در جهان از این استفاده میشه درست. نه تنها افغانستان بسیار کم نفر هم میشن، یعنی فکر کنید بسته افغانستان 10 15 نفر از استفاده نخواهد کرد، اما در جهان
بسیار زیاد مردم از این استفاده میکنه. بعد از این پولش قسمی میتونین کشید دوستان که من قسمت ویدیوی قبلی با شما گفتم از طریق پیپال میتونین. گفتم شما رو دوستای اگه شما کدام از دوستایتون در خارج است رو بگن براتون اکانت پیپال بسازه در خارج، بسیار آسان است اکانت پیپال و فقط پول دریافت کردن اندام قسم دریافت میکنین که قسم اگر شما کدام وقت از طریق وسترن یا سویفت دریافت کرده باشین فقط هم 1% خود واس شما میگیره که 1 یا 2 یا 3% همون قدر واس میگیره دیگه پولتون رو کنترل میکنه. بس فقط اون نفر در خارج باشه و پیسه شما رو دریافت کنه پس به شما اجاره کنه دیگه دیگه قسم مشکل نیست. یعنی که شما بگین که پیسه چه قسم دریافت خواهد شده مشکل نیست، فقط نفر در خارج باشه و اما نمبر اکانت خود میته به خود کمپانی پیپال فقط هم براتون اکانت میسازه دیگه مشکل نیست، کل چیزاش آنلاین میشه مشکل نیست. پیپال هم بسیار خدمات خوب ما به شما میلاد ای دقیقه شما رو نشان بدم مثلا. خب دوستا تا که لود میکنه شما باید ما خواهش میکنم که صفحه مرا لایک کنین به خاطر ما یو آر ال بسیار خوبه قسم میگیرین یو آر ال به شما اینجا اپلود کردیم دیگه انشالله بازم شما لایک کنین صفحه ما و همین اکانت خودم دوستای عزیز سابسکرایب کنین. اکانت لطیف مهربان از یوتیوب ما چینل یوتیوب ما که از این طریق میفهمم به شما کل ویدیوهای خود از طریق همین اکانت یوتیوب هم شریک میسازم تا شما ازش مستفید شوین چیزی یاد بگیرین. درست است دوستای عزیزم لود کرد فکر کنم با معذرت که اینترنت کم ضعیف است. انشالله دوستا که شما از این ویدیوهایی که ما اپلود کردیم یک چیزی یاد گرفته باشین. به خاطر ما بسیاری وبسایت ها رو به شما تقریبا 89 تا ویدیو اپلود کردیم و بسیاری وبسایت ها رو به شما معرفی کردیم و از طریق خود یوتیوب هم گفتیم که چه قسم میتونین پول به دست بیارین و قسمی که ما شما رو گفتم که بیشترین پولش میتونین امروز صبح از خود کمپانی ادسنس که مربوط به گوگل میشه مربوط یوتیوب هم چیزا میشه از او به دست بیاورین. ان شاء الله که شما یک چیزی یاد گرفته باشین. اد فلایم براتون معرفی کردم دیگه وبسایت ها رو به شما معرفی کردم ان شاء الله که از او چیزی یاد بگیرین. با معذرت دوستا که اینترنت کم ضعیف است فقط همین شما چه میتونید در وب براوزرتون paypal.com اینجا برین پیپال خودتون میفهمین چه قسم اکانت کرییت کنین. فقط در خارج یک نفر داشته باشین امور رو بگین براتون میسازه بسیار آسان است بسیار خدمات خوب خدمات عالی داره که میتونین در ظرف 5 دقیقه یا 10 دقیقه دیگه اون پولتان به اون نفری که شما در خارج براتون اکانت پیپال جور کرده باشه به اون پولتان برسه و به شما میتونه در افغانستان پیسهتون رو ترانسفر کنه. پیپال دوستای عزیز تنها به خاطر این وبسایت نه بلکه ما به شما گفتم ما به شما بسیاری زیاد وبسایت ها رو براتون بسیار زیاد وبسایت ها رو براتون معرفی میکنیم. تقریبا 99% از وبسایت هایی که شما میتونین آنلاین در او کار کنین و پول به دست بیارین با جد از خود یوتیوب و خود کمپانی گوگل که با طریق پیپال لاین نمیکنه دیگه 99% وبسایت ها رو قسمی که شما را گفتم و کلش از طریق پیپال پیمنت میکنه کلش. هیچ کمپانی دیگه به شما از طریق وسترن یا به اکانت شما در افغانستان پیسه ترانسفر نمیکنه با جز از گوگل که گفتم ادسنس یوتیوب از درست است و ادسنس براتون اکانت تان رای میکنه در افغانستان که قسم شما رو قبلا هم گفتم در الفلا بانک میتونین شما هم پیسه تون دریافت کنید. درست بانک الفلا حساب افغانستان دیگه. خوب دیگه وبسایت هاش که است 99% وبسایت های دوستای عزیز از طریق پیپال به شما پیسه ترانسفر میکنید. یه دفعه بازم دوستای عزیز چک کنیم. خب دوستان ما معذرت بسیار زیاد معذرت ازتان میخوایم به خاطر که بازم قسمی که لود نمیکنه اینترنت دیگه ضعیف است چیزی که هم نمیتونیم اینترنت. خب دیگه دوستا انشالله که شما این ویدیو مریده باشین و از طریق همین فایور رفته یک چیز کار کنین جستجو کنین در خود فایور بگردین
انشالله به این باورمند باشین که شما یک هفته در فایور تیر کنین، باور کنین که از مکه 100 چند بهتر و مفیدتر میفهمین. انشالله به فایده تان بگردین، جستجو کنین. به خاطر قسمی که شما را من چند نفر ویدیو قبلی خود گفتم، در جهان امروز سبا محصلین که میباشه، کسایی که محصول باشه 99% از طریق وبسایت ها کار میکنن، 99% در پانتون خودشتا کار میکنن و پول دریافت میکنن. یعنی به این نمیکنن که برن باید یک وظیفه بگیرن که حتما باید یک وظیفه داشته باشن و خود مشکلات اقتصادی خود حل کنن. گفتم 99% از محصلین در جهان امروز سبا از کل یک طریق آنلاین کار میکنن و پول دریافت میکنن. درست. تشکر دوستان، ان شاء الله که چیزی یاد گرفته باشین و مفید باشین و حتما از وبسایت پیپال یک دفعه دیدار کنین، ببینین که چه قسم وبسایت هست. این چیز بسیار چیزا رو یاد میگیرین ان شاء الله. درسته. تشکر دوستان، وقت خوش داشته باشین.